اونجا. خب مرسی آقای بنود. من سوال دارم از درجه انتخابات ریاست جمهوری گذشته و انتخابات آینده ایران و اون اینکه با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری گذشته در اتفاقی که افتاد براش اصلا اصولا انتخابات رو در چارچوب کنونی جمهوری اسلامی شما تایید میکنید؟ مثلا انتخابات مجلس رو شما تحریم میکنید یا شرکت میکنید؟ نه من اصلا نمیتونم بگم. اولا من بیرون از ایرانم، شما هم همینطور، در انتخابات مجلس ما نمیتونیم شرکت کنیم اولا. دوم اینکه من شاید جواب این حرف رو در سال 55 شمسی داده باشم که اولین بار یه ذره شاه فضا رو باز کرد، انتخابات معروف به انتخابات رستاخیز. من در اون موقع در صفحه اول آیندگاه مقاله نوشتم، اسمش بود این روز ماندگار. نوشتم که از امروز بعد من رأی میدم. برای چی؟ به خاطر اینکه تعیین شده بود که 3 نفر رو حزب رستاخیز انتخاب کنه و مردم بین اون 3 نفر آزاد باشن. من به همین اندازه رضایت داده بودم و قبول کرده بودم که برم و به همم توصیه کرده بودم همین اندازه برامون کافیه، 20 و چند سال همین اندازه هم بهمون نمیدادن، بریم رأی بدیم. از اون زمان به بعد کم و بیش همیشه رأی دادم، تا موقعی که ایران بودم. البته چه پیش بینی از مشارکت؟ اینا در دفاع از حقوق زندانیا دارن میگن، در دفاع از حقوق کسایی که سنگسار شدن، اعدام شدن. واقعا چه بالاخره اونا تا یه حدودی راست میگن. چون که داخل ایران اونایی که تحریم میکنن همین میگن. شما واقعا جوابتون چیه که اومدین توی صف‌های ایستادید؟ نظرم مسائل رو باعث از هم تفکیک کرد. ما نیومدیم در واقع توی این صف بیستیم که سنگسار رو تایید بکنیم. توی این صف هم نیومدیم بیستیم که بگیم کسانی که در زندان هستن خوبه که در زندان باشن. توی کشور انتخابات هست. ما گمان میکنیم که با انتخاب رئیس جمهوری که نزدیکتر باشه به باورهای ما، که احتمالاً در واقع بر اساس مدیریت و سنگسار صورت نگیره، بر اساس مدیریت و کسی که بیگناه است به زندان نیفته، ما در واقع کمک بکنیم به این جریان. اگر اینا رو مثلا تفکیک بکنیم صورت مسئله